آقا سلام بچه. این سومین ویدیوی چنل منه و امیدوارم که دوست داشته باشید. حالا بعضیا میپرسن که مثلا نمیشه شلاقی زد یا مثلا شلاقی زدن کار خیلی سختیه. حالا من بهتون نشون میدم. حالا هر گانی با استمارس هر چیز بیایید بریم توی ترینینگ مود. با این گوشی لایک بودم فیلم میگیرم. حمایت کنید به 10 ساب برسیم، چون حالا اگه حمایتمون کنید میریم گردونه میزنیم و فیلمش هم براتون میدیم، میریم زیلاتو میزنیم. خب ثبت کنیم تا ترینینگ مود. حالا آموزش های دیگه هم در خب اینجا مثلا من میخوام با HS بزنم، با هر چیزی میشه. خب اینجا نگاه کنید، دیدید اینجا رو بریم بهتون نشونم. تو ستینگ خودم رو یه ذره پررنگ کنم. به این دکمه نیاز دارید، این و حالا دکمه. خب اولین مرحله چیه؟ بذارید من یه بات بیارم. خب نگاه کنید، اول که جامپ دیگه همتون میدیدی میشه سنجام. من پیه دکمه نایفه دیگه، جامپ و نایف رو با هم میزنید. بعد سری ببین حالا اینجوری هم میشه ولی خب خوشگل نیستش. نگاه کنید الان من بخوام بهتون توضیح بدم. اول جامپ رو زدید رو هوا. خب مثلا اینجوری بدهید بعد اینجوری کنید اصلا نمیشه، رو هوا حتما باشه. وقتی اینقدر رسید به هوا، شما دکمه نایف و 1/100 ثانیه خیلی کمتر که نمیشه گفت، یه ذره بعد اینکه نایف رو زدید سریع سویچ میکنید روی حالا هر گان. نگاه کنید الان وایسید نشد سخته ایده باک خود بیا. الان با گانای دیگه هم میزنم که فکر نکنید فقط با شاتگانه. چرا رفتیم تو ستینگ؟ لودک با چی بزنیم؟ با اودم بزنیم. چرا نمیمد اودم؟ چرا اصلا شد؟ وای پینگم بالا رفت. وای پینگم بالا رفت متاسفانه. نت بری. خب اومد بذارید من اودم بیارم. اینم از اودم. با هر چیزی بیایید اصلا با هولگر بزنم، با هر چیزی میشه زد. با استمارس لانچه بذارید استمارس بیارم. یه ذره با استمارس سخته. استمارس حالا زیاد من دیدید با استمارس ها چون بزرگه سخت میشه داد. مثلا دید دیگه الان با چیزای دیگه با اسنایپ بزنم، با هر چیزی میتونم بزنم. با گل بزنم چه فرقی داره؟ چرا نخور؟ آقا این از شلاقی. بعد شلاقی حالا نوع مختلفی داره، مثلا با اسنوبوردش هست. این شلاقی معمولی دیگه. دیگه نوع دیش الان بدهید مثلا با 117.
حتی این بایر هم بذارید بهتون یاد. اوکی اینو گانتون رو میگیرید دستتون، برید توی دنس رنگ. حالا نمیدونم الان بایر ازش اینه چون اکیه نزدم. وقتی اینو ازش در آورد درست شد یا نشد؟ نه نشده، بایر رفته. آره بایر رفته. حالا میتونم مال ساب که به 10 ساب برسیم. دمتونم گرم.